سلام، مرسی که با من هستید. من ملیسام. ویدیو اوقات مفرح منو توی اتوبوس دیدین. حالا بریم سراغ این که الان کجا داریم میریم. جایی که داریم حرکت میکنیم از تهران را میفتیم، وارد استان سمنان میشیم، گرمسار، روستای آرادان و میپیچیم به سمت خروجی سمت روستای پاده. تا اونجایی که من الان تحقیق کردم و خوندم، حالا قبل از که بخوایم وارد این بشیم که شما مثلا آشنا بشید که چه جور جایی هستش، این روستا به زبان آلیکایی صحبت میکنن که جز گویش های مازندرانی هستش که ریشه در زبان تبری قدیم داره. این درباره حالا صحبت کردنشون و اینکه خب این روستا در سر راه جاده تاریخی ابریشم بوده و تو سفرنامه های مختلفی هم درباره‌اش صحبت شده. قیافه روستا هم که حالا توی عکس‌ها و فیلم‌ها می‌بینیم، کاگل تیرچای چوبی داره، خشت سقفش گنبدیه و همین باعث میشه که جذاب ترش میکنه. روستا هم که از استانش مشخصه توی منطقه کویریه، اقلیمش هم نیمه بیابونی هستش. توی این ویدیو ما با هم قلعه همون دژ رو میبینیم، حمام رو میبینیم که زمان قاجار ساخته شده، یخچال ها رو میبینیم، معدن نمک و آب انبار. و تا اونجاییم که من توی اینترنت سرچ کردم، غذای محلی هم که دارن و رایج هستش، حالا الان رو نمیدونم ولی گویا اشکنه جز غذاهای محبوبشون هست. و نکته خیلی جالب دیگه‌ای که من برخوردم بهش اینه که وقتی وارد سایت semnan.mcth.ir میشی، وقتی وارد این سایت میشی به سختی میشه از روی تبا روستای پاده رو پیدا کرد و اینکه حتی معرفی جاهای دیدنی دیگه استان سمنان هم خیلی چنگی به دل نمیزنه. یعنی من که اصلا به عنوان یک کاربر راحت نمیتونم هیچی توی این سایت پیدا بکنم. با یه صبحانه خوشمزه شروع میکنیم.
شکل خیلی عجیبی واقعا داره. درست شده. تحت چه شرایطی این اتفاق براشون افتاده. و این رگه‌های ژره اصلا فوق‌العاده است. فوق‌العاده. 2 3 4 و 5 تا راه درشت داره. گرون قیمتن مثل الماس و حالا یشمن. خب زیبایی شوری باش کارهای تزیینی انجام بدید. شما خط اینو نگاه کنید چقدر عجیبه. من شبیه قلبه. یکم بهشون آب زدم که حالا اون رگه های گروشه قشنگ تر دیده بشن. دستکشم دستم کردم که چربی دستم بچه ها رو خراب نکنه رنگشون. و این آفتاب پرسته. اینگاه آب نباته. آب نبات شکلاتا بود گفتیم اطلسی. نمیدونم هنوزم هست من که ندیدم جایی. این نگاه این مربع قشنگ. من باز یه تیکه سفید توی این سبزی داره. اگه دقت کرده باشید همشون یه رنگ قهوه‌ای دارن. نگاه چقدر قشنگه. ممنون که با من بودید، وقت گذاشتید و امیدوارم که روستای پادر رو ببینید و لذت ببرید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.